یک مداد مغزی بگیریم از این آقا سلام علیکم. آقا مداد مغزی دارن؟ سلام علیکم. سلام، خوبی؟ مداد مغزی دارن؟ نه اینجا مداد مغزی نداریم، اینجا گوش فروشیه. یعنی چی؟ یه رگه کج کنجل ما رو مسخره میکنی؟ اینا مداد مغزی مگه نیست؟ خب آقای محترم تو آمدی تو لوازم تحریری میگی مداد مغزی داریم. ما مداد مغزی داریم، مداد داریم، پاکن داریم، تراش داریم، همه چی داریم، دفتر هم داریم، اسباب بازی هم داریم. اینجا اسباب بازی ندارین که کو؟ اینا پشت سرتون اسباب بازی، اگه ملاحظه بفرمایید اسباب بازی هم داریم. چه همه اسباب بازی اینا رو به چا بگم بیان از اینجا بخرن. این بشکه چیه؟ این بشکه چی؟ شما مثل که تا حالا اسباب بازی ندیدین، تو مغازه اسباب بازی نرفتی نه؟ نه ما بچه خورد ندارم، ما بچه کلو دارم. خورد؟ کل خورد؟ بچه خورد کی خورد؟ ولکه آقا بشکه چیه؟ این بشکه برای آب اینا چیه؟ مال چیه؟ بشکه خدا اینجور مشتری رو مخی یعنی اینا اصلا آدم خود. نه آقا جان اونا کیسه بوکس عزیز من. کیسه بوکس بلش کن درد نمیخوره پس بلش کن. پاکن هم داره؟ رو مخن اینا. آقا همین بشکه رو ما مبارم انشالله به چه آمدن لغت بزنن بهش. حالا شما میگی بسکه هم نمیدونم چی است. آقا ما کارت ندارم، میشه جور دیگه حساب کنیم؟ جور دیگه؟ ها بله چیکار جور کنیم؟ دیگه حساب کنه. با کرکره بشی میدی پایین. الان جور دیگه حساب. بابا پول داره بابا جان، بیا عمو جان پولت بگیر، بیا ول کن بابا اینا دیگه میخوان فقط کرکره بدم پایین.